شب عاشوراست. دمام که تمام بشود جاشوا میآیند تو اتاقک قلندرخونه که چای سیگار آخریشان را بزنند و سینه که سنگین شد بروند داخل. اینها که گفتم روی هم 20 دقیقه می شود. در این فرصت و فاصله حادثه اصلی نمایش برملا می شود. اکبر که مزیری دل و جیگرداری است با کلنعیم که سرگنگ است در افتاده و هیچ کی نمیدونه دقیقاً سر چی. قصه در افتادن اکبر حسین علی سالار با کلنعیم پهن شده تو گمرک، تو بازار و حالا رسیده به سینه شب عاشورا. اما اکبرو بالاخره پا میذاره تو قلندرخونه و برملا میکنه که ماجرا از چه قراره. نهایت ماجرا یک چیز غم‌انگیز است. نمایش نقل یک قیام است، قیام قبیله بدبخت و زیر پا لهشویی که وقتی به عینه ظالم را شناخته هم باز به هزار دلیل نمیتواند علیهش متحد شود. به قول دریابندری همهشان شهید زنده را تنها میگذارند و میروند تا برای شهید 1400 سال پیش سینه بزنند. انگار حسین یک چیز دکوری است برای ویترین تاریخ.